مالی برنامه‌ای میکنه اینجا لاور با یه پاسپورت سگون تعهد. امروز 14 فروردین شهرستان اصفهان کشتی با چوبه. رحمانی، محمد قربانی، سجاد ابراهیم. آتش نوین منیجی جناب آقای دکتر شاکری مدیر کل اسبق زینالخان رئیس تربیت بدنی بود، 5 سال معاونت بود و چند سال هم مدیر کل. آقای دکتر خیلی خوش. طیبات وحید نوری تهران بفرمایید. آقای نوری بفرمایید. نوری تهران شال قرمز بفرمایید. تبلیغات گارد چشمه زینالخان به افتخار خود چشمه زینالخان یه دست مرتب بزن. و رئیس تربیت بدنی شهرستان آشخانه پروان احمدی خوش آمدید. وزرا کم کم قدم به میدان گذاشتن، پهلوان سنگین زورمند که از شهرستان آمدند. گل شماره 1 امیر آرکزاده تهران مرتضی رحمانی اسفرایی. بیا داخل بابا جان، بیا پشت وطن، بیا داخل کمر تو ببر. الانته دمه بگرد که خراسان رجبی مسکنی هاتی برام اسفرین جانه بگرد. تمام قنبری قدم کل وطن چپکسی پروانه کرمانج شمالی خوش آمدید. بعد این کشتی میام ابو فضل کفشوایی مشهد حاضر پرتماران مسئول قوی بازو سبکسازان هاشم قربانی اسفرایی تشکر ویژه‌ای داریم از هیئت کشتی با چوبه اسفرایان پهلوان حسین اکبری رئیس هیئت و رئیس کمیته انجمن کشتی با چوبه کشور، نایب رئیس هیئت جناب حسین علی محمدی، دبیر هیئت پهلوان حسن قلیزاده، کمیته فنی پهلوانان ابراهیم ولیان احمد کاظمی، کمیته داوران اسماعیل اکبری و امرالله گلی. ممنون. از 2 تا تماشاگر کشتی بگیرم قابل ستودنی است. یک جا پهلوانی کشتی میگیرن، یک جا اذان میگن، یک جا عبادت، یک جا ورزش. هیچ کدوم هم از هم جدا نیستن. واقعا آفرین.